ما بهتون آموزش مانتوی کیمونو زیاد دادیم که همشون هم با روش آسان بود. همشون هم دیدید با طرح‌های مختلف براتون آموزش دادیم. امروز هم یکی از طرح‌های مختلف دیگه است که الان بهترین فرضی که بخواید مانتو رو برای خودتون بدوزید. در مورد این آموزش هم که کامل دیدی، یه سری توضیحات تکمیلی که من توی کپشن نوشتم، حتما کپشن رو بخون. حتما هم لایک کن که فراموش نکنی و برای دوستاتم بفرست. هر سوالی داشتی توی کپشن توی کامنت بپرس و نظرتو برام بنویس. بریم با هم آموزش رو ببینیم. مدل مانتو که یه مانتوی کیمونو هست، ما یه یقه برگردی روی این قسمت داریم که بدون پشت یقه است. مدل کیمونه و من چون بارها در مورد الگوی آسان کیمونو من توی پست قبلم گفتم، توی استوری هم اومدم در مورد همین الگوی اولیه توضیح دادم. میام یه توضیح مختصر برای شمایی که تو استوریا نبودید میگم. توضیحات کاملتر خاصی توی استوریامون هست و توی هایلایت پیجمون هم سیو شده. ببینید شما میاد یه خط عمود رسم میکنید، به اندازه 1/5 دور گردن میایید داخل، علامت میزنید. به اندازه مجموع سرشانه و قد آستین جلو میایید، به اندازه 13 سانت از این خط میایید پایین. نقطه رو به ابتدای یقه وصل میکنید. اینجا به صورت خط عمود 15 سانت هم میایید به سمت پایین و یه خط عمود بر خط CFتون رسم میکنید. به اندازه بالا تنتون که حدود 40 تا 43 میتونه باشه، برای سایزهای مختلف از 40-43 میایید پایین و یه خط افقی میکشید. چقدر میایید بیرون؟ به اندازه 1/4 دور سینه یا باسن، هر کدوم که بزرگتره، به اضافه آزادی دلخواه که این آزادی دلخواه میتونه 3 سانت اوکیه، 3 تا 4 سانت میتونه اوکی باشه. و هم میایید هلالش رو رسم میکنید. برای هلال هم از اینجا 10 سانت میایید بالا علامت میزنید و هلالتون رو شروع میکنید و رسم میکنید. یا میتونید از اینجا 5 سانت پایین بیایید، 5 سانت این طرف و هلالش بکنید. خب این از این قسمت. با قسمت آستینمون جداست. شما میتونید از قسمت ابتدای سرشانه‌تون تا جایی که قراره برش بشه رو اندازه میزنید. اصولا اگر مثلا شما 12 سانت سرشانه‌تون باشه، از انتهای سرشانه 20 سانت بیایید پایین‌تر، میتونه گزینه خوبی برای این کار باشه. شما وقتی که این قسمت رو انتها، مثلا میتونه تقریبا 30-32 سانت این حدودا باشه. فرض کنید که این قسمت اینجا باشه. یه چیز دقت کنید، ما توی آستینمون مچی خورده، درسته؟ و قد آستین یه مقدار کوتاهه. میتونید 5-6 سانت تا 10 سانت از قد آستین هم کم بکنید. خب اینجا دورریز میشه. میام اندازه مجموع سرشانه به اضافه 20 سانت که تقریبا 30-32 سانت میشه میام بیرون. اول یه خط عمود میام و کم کم به قسمت کف حلقه وصل میکنم. یا اینکه میتونم همین اندازه که اینجا هست رو، ببینید من اینو پاک بکنم، اینکه میتونید همین خطی که اینجا هست امتداد دادیم اومدیم اینجا، همین رو امتداد بدیم طوری که وقتی که میخوایم بیایم اینجا به این صورت، ببینید اینجا عمود بشه. یعنی اینجا رو من بیام عمود میکنم، اگر مثلا فرض اینجا باشه عمود میکنم و بعد کم کم اینو به اینجا وصل میکنم به این صورت. یه حالت هلال خیلی ملایم باشه، نه زیاد که این هلال زیادش باعث بشه اینجا لق بزنه. اگر خیلی گودش بکنید اینجا لق میزنه. سعی کنید صاف باشه و اینجا عمود باشه، به اینجا برسونید. اینطوری بهتره که حدود 30-32 سانت این محدوده در نظر بگیرید. حالا باز ببینید برای شما چه اندازه‌ای در میاد بسته به سایزتون. خب اینجا باید جدا بشه. برای آستین چون که قسمت بالا و پایینش پیلی خورده، بعد وزما میخوره. حالا من اول یقه رو بهتون میگم، بعد اینکه رو برش زدیم میریم سراغ آستین. اگه نگاه کنید شما برگرده یقتون تقریبا تا خط کمرتون اومده، خط بالاتنه یه مقدار بالاتره. اگه مثلا قد بالاتر 40 باشه میتونید 38 در نظر بگیرید، یا همون 40 سانت رو میاد از ابتدای یقه، اون 40 سانت رو میاید بیرون. فرض مثال اینجا باشه. حالا من نمیتونم اینو بیام یقه‌شو رسم کنم چون وقتی تا میشه میاد اون طرف لباسم و بعد وامیسته. پس میام یه مقداری رو میام پایین، حدود مثلا 25 تا 30 سانت میتونم بیام پایین و به نیشه یقه وصل بکنم. باید این اندازه با این اندازه یکی باشه، چون وقتی شما میایید پایین این اندازه عقب‌تر میره. ببینید وقتی من اومدم اینجا اندازه زدم اومد اینجا، در صورتی که از اینجا اندازه زدم 40 سانت من اومد اینجا. پس اینجا شد. حتما باید کنترل بکنیم. خب برای اینکه وصلش بکنیم و قشنگ روی تن بیفته، باید اینو به پای لباسمون تا اندازه قد لباسمون وصل بشه.
در مورد این قسمت بهتون بگم، در مورد قسمت پشت الگو دقیقاً همینی که اینجا بود هست به غیر از یقه. یعنی شما اینجا به اندازه، من با یه رنگ دیگه بکشم، ببینید اینجا به اندازه 2-3 سانتی میایید پایین و یقتون رو برای پشت وصل میکنید و پشت رو کپی میکنید و برای سجافش هم سجاف در نظر میگیرید. برای جلو چون خیلی پارچه زیادی میخوره برای سجاف، اصولا سجاف نمیزنیم، لبش رو میایم داخل میدیم و لبدوزی میکنیم یا باندوزی میکنید. اگرم میخواین برای خودتون سجاف جا داشته باشین میتونید 3-4 سان اینجا بیایید، 3-4 سان هم این طرف، اینجا رو بیاین به هم وصل بکنید و این قسمت رو کلا کپی کنید. این کار هم میتونید انجام بدید. میریم سراغ آستینمون. خب ببینید من این آستین رو اومدم جدا کردم چون الگوی پشت دیگه نیاز نبود، فقط الگوی جلو رو کشیدم. برای پشتم باید آستینش رو جدا کنی و به کنار این وصل کنی. الان این قسمت الگوی آستین پشته، این برای جلوه، درست؟ ما قسمت بالا هم پیلی داریم، قسمت مچ هم پیلی داریم. قبل از اینکه ما پیلی ها رو بهش بدیم باید یه دونه دیگه از این کپی داشته باشیم که به عنوان آسترش استفاده بشه. قد آستینم که اومدیم 10 سانت کم کرده بودیم، پس میام اول من اینو کپی میکنم، یه دونه کپیشو میگیرم و میایم روی همین پیاده میکنیم که چطور عوضمان بدیم. اینم که خب براتون توضیح دادم. بعد از اینکه من اومدم اینو کپی کردم، خب اینو من نگه میدارم. میتونید حتی برای آسترش رو قدش رو کوتاه‌تر کنید، اما این کارو نکنید، بهتون میگم چرا. من اینو کنار میذارم برای آسترش. میمونه این کپی که کردیم که حالا صاف‌تر بود اونو گرفتم، میام اینو بهش عوضمان میدم. میتونم بیام به هر کدوم این بالا رو بیام 3 قسمت کنم، پایینم همین، این سمت رو هم همینطور و خطوط عوضمانم رو رسم میکنم. که چند تا برش بخوره مهم نیست، مهم اینه که اندازه مچ ما اندازه بشه که وقتی که پیلی میخوره قشنگ بیسته. شما میتونید برای قسمت مچی در مجموع مثلا زیر 75 سانت، 75 هم زیاده، زیر 70 سانت باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما اگه رو پارچه بذاریم عرض پارچه 150 که تا میشه 75. اگر 75 بشه این قسمتاش در نمیاد. پس من اینجا رو میام بین 65 تا 70 لحاظ میکنم، ببینم چقدر عوضمان بخوره بهش میدم. حالا میام تمام این قسمت ها رو برش میزنم. خب ببینید من اومدم تکه ها رو که جدا کردم بین هر کدوم 6 تا 7 سانت عوضمان دادم، بیشتر از 7 ندید، به خاطر اینکه وقتی عوضمان زیاد بشه اندازه مچتون از 70 بیشتر میشه و این باعث میشه که این دو طرف توی پارچه جا نیفته. حتما هم به خود این قسمت که پیلی دادین 10 سانتی متر 8 تا 10 سانت هم به قسمت قد آستینتون اضافه کنید که حالتی بشه که حالت پف ایجاد بکنه. برای قسمت بالا و قسمت پایین هر دوتا یه اندازه عوضمان بدید. ببینید قسمت بالا عوضمان کمتری داره، درست، اما اندازه خودش نسبت به مچ بیشتره. پس اگه من همین عوضمان رو به اونجا هم بدم خیلی مثل مچ چین نمیخوره، پیلی نمیخوره. برای همین من فقط اومدم به هر دو طرف به اندازه 6 سانت عوضمان دادم. 6 تا 7 میتونید بدید. کنید که ما آستینمون مچ داره، یعنی شما زمانی که اومدید از قسمت آستینتون اون 8-10 سانت کم کردید باید از قد آستین هم اون 8-10 سانت به اندازه مثلا 7 سانت تا 8 سانت که پهنای مچتون هستن کم بکنید. اگر دوست نداشتید میتونید همون نواری که به اندازه مچ آستینتون باشه، این آستین اصلیمونه، به اندازه مچتون یه نوار تهیه میکنید که به پهنای 2 برابر پهنای مچ آستین باشه، به اضافه 2 سانت هم زاپاس. خب برای دوختش چیکار میکنیم؟ میایید قسمت پایین و بالا رو، حالا میخواین چین بدید یا پیلی بدید انجام میدید. برای دوخت شما اول میایید قسمت رو چین یا پیلی هرچی میخواین بدید میدین، به قسمت پایین آسترتون وصل میکنید و مچ آستین رو بهش دوخت میکنید که کامل داخل درز مچیتون بره. قسمت بالا هم که چین یا پیلی میخوره و قسمت اینجا وصل میشه. ببینید به این صورت میاد. تمام تکه ها روی دولای باز قرار میگیره. برای این فقط 2 تا دولای باز، 4 تا دولای باز یا 2 تا دولای بسته میذاریم که برای مچی ما در بیاد. این هم برای آستر دولای باز، این برای پارچه اصلی دولای باز و این هم برای تنه اصلی ما دولای باز. برای پشت هم همینطور. روش دوختش هم که بهتون گفتم. برای قسمت جلو متراژ و جنس پارچه رو من توی کپشن براتون نوشتم. اینم از آموزش جذاب و راحتمون و پر از نکته که بیشتر توی آستین بود. تا آموزش بعد خدا نگهدار.